تو کشورهای عربی یک جوانی بود، یک جای من داستان و سیرت و زندگانی این جوان رو داشتم مطالعه می کردم. جوانی به نام حسان، ایشون تو یک خانواده مذهبی به دنیا اومده بود. پدر و مادرش آدمای مذهبی بودند، دیندار بودند، متعهد بودند، آرزوهایی داشتند که این حسان بزرگ بشه، به هر حال متدین بشه، یک جوان با ایمان بشه. اما وقتی این حسان جوان شد، اسیر دوستان ناباب شد و نتیجتاً تو کوچه بازارها معتاد شد به مشروبات الکلی و مخدرات. داستان مفصلی هست. با پدر و مادرش حرفش میشه، همیشه از پدر و مادرش میخواد که بهش پول بدن تا بره مواد مخدر و مشروبات استفاده بکنه. با پدر و مادر همیشه درگیره، کلنجاره. آخر پدر و مادر اینو از خونه خودشون بیرونش میکنند. این جوان حسان کارتون خواب میشه، تو کوچه بازارها خوابیده. یه روزی دوستان دوران مدرسهش میان میبینن که حسان، اون جوان خوشقد و رعنا، تو کوچه ها افتاده و پرسه میزنه، رو کارتون خوابیده. عزیزان، جوانهای عزیز، شما اگه میبینید، اگر ببینید دوستتون، رفیقتون به چنین وضعی گرفتار شده، نصیحتهای خودتون رو از اینها دریغ نکنید. اینها نیازمند دستگیری شماها هستند. چه بسا الله تو حرفهای شما تأثیرات میگذاره. عزیزان ببینید، این جوانها دوستانش میرند نزد همین حسان کارتون خواب، باش می نشینند، باش صحبت میکنند. ای حسان، تو کی بودی؟ چه شدی؟ ای حسان، تو همه جاها رفتی، تو هر محفلی نشستی، تو تمامی مجالس اعتیاد رفتی. امروز ما از تو یک درخواست فقط داریم. ما دوستان دوران همکلاست بودیم، دوران مدرسه با هم رفیق بودیم. ازت یه درخواست داریم. امروز تو بابام بیا تو مجلس ما شرکت کن. ما به مجلس تو میاییم، تو هم به مجلس ما بیا. حسان نگاه کرد و گفت باشه، من میام تو مجلس شما شرکت میکنم. این جوان ها میخواستن حسان رو ببرن مسجد. کنار مسجد حسان ایستاد، گفت که من شراب خوردم، من نمیتونم نماز بخونم. این دوستانش حسان رو میبرند خونه خودشون. این حسان دوش میگیره، غسل میکنه، لباسهای زیبا، لباسهای تمیز بهش میپوشونند و عطر و ادکلون بهش میزنند و تا این که اون مستیش از سرش میره، برش میدارند و به مسجد میبرند. تو مسجد برای نماز، در حین نماز، تو میان صف نمازگزاران حسان یه جایی می ایسته. امام وقتی قرائت رو شروع میکنه، این قرائت رو میخونه: قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. ای بندگان من، ای بندگان من، ای کسانی که شما در گناه اسراف کردید، یعنی اینقدر گناه کردید که تو گناه و معصیت‌های خودتون اسراف کردید، زیاده روی کردید، باز به سوی من الله برگردید که من منتظر رجوع شما هستم. میگه وقتی این آیه رو میخونه، از دل صفهای نمازگزاران یک فریادی بلند میشه، فریاد آه و ناله‌ای بلند میشه که تمامی نمازگزاران رو به گریه وامی داره. بعد از نماز که تموم میشه، نمازگزارها نگاه میکنن که این آه و ناله ها از کجا اومد. میبینن که حسان هست، سر بر سجده گذاشته و فریادهای ربنای خودش رو بلند کرده. همه دوستان حسان
در کنار حسان به سجده می افتند و تمام این مسجد به لرزه در میاد. این لحظه نه تنها مسجد بلکه عرش پروردگار هم به لرزه در میاد. عزیزان، این جوانها، این دوستان حسان رو در آغوش میکشند. حسان میگه ای عزیزان من پدر و مادر پیری دارم که من اونها رو از خودم رنجوندم، منو ببرید نزد پدر و مادرم. جوانها دست حسان رو میگیرند، میبرنش پیش پدری که عصا دست و سرش رو پایین انداخته. جوانها بهش میگن که پدر، ما حسان رو آوردیم. پدر میگه لا سامحک الله یا حسان، ای حسان خدا از تو نگذره که ما به امید تو زنده بودیم. من به امید تو خم شدم تا تو بیستی ای حسان، اما تو خودت رو روانه کوچه بازار کردی. این جوانها بهش میگن که نه پدر جان، این حسان اون حسان سابق نیست، حسان برگشته. پدر سرش رو بر میداره بالا، ببینه سبحان الله، این حسان اون حسان من، اون حسان سابق نیست. پدر اون رو در آغوش میگیره، فرزندش رو، گریه ها بلند میشه، به خونه میره نزد مادر خودش. مادر حسان رو در آغوش میگیره. چندین روز میگذره. یه روزی حسان میاد نزد پدر و مادرش، میگه یا ابتاه ان لی من الذنوب والخطایا ما لا يعلمها غیر الله سبحانه و تعالی. بابا جان، من تو این مدت مرتکب گناهایی شدم که جز الله از اونها خبردار نیست. ذنوب لن یکفرها، گناهانی رو مرتکب شدم بدونم که با این اشکها مورد مغفرت قرار نمیگیرم. کفاره گناهان من اینه که ان افدی کل قطرة من دمی فی سبیل الله. من این اشکها نه، بلکه هر قطره خونم رو در راه الله فدا بکنم. پدر و مادر اجازه بدید میخوام باقی مانده عمرم رو خودم رو فدای دین الله بکنم، برای جهاد برم. پدرش میاد میگه یا حسان فرحنا بعودتک فرحنا بتوبتک، ما با بازگشت تو خوشحال شدیم، تو خوشحالی رو، شادمانی رو به خانواده ما برگردوندی، ما با توبه تو خوشحال شدیم، اکنون ما به تو نیاز داریم. کجا می روی ای حسان؟ به مادر میگه، به پدر میگه ان کنتما تحبانی حقا فلا تحولان بینی و بین الاستشهاد فی سبیل الله. پدر، مادر جان، اگر شما از صمیم قلب منو دوست دارید، میان من و شهادت در راه الله مانع نشید، سدی ایجاد نکنید. مادرش میگه که ای حسان، من به شرطی اجازه جهاد میدم که بدون من وارد جنت الله نشو. حسان میگه مادر، من کنار دروازه های جنت به استقبال تو می ایستم. حسان برای جهاد و اعلای کلمت الله کمر بر می بنده. همین جوانی که معتاد بود، همین جوانی که در کوچه ها لبهایش بر خاک ها افتاده بود، امروز پرچم اسلام رو میخواد در دست بگیره، امروز میخواد
میخواد سرباز الله بشه، امروز میخواد کلمه لا اله الا الله رو بر قلب عالم کفر به اهتزاز در بیاره. حسان پیش به سوی میادین جهاد حرکت کرده، در یکی از سنگرهای جهاد مشغول جهاد هست که بر بالای یک تپه و کوه داره با دشمنان اسلام می جنگه که ناگهان گلوله‌ای بر بدن حسان اصابت میکنه و از بالای کوه بر دامنه کوه میفته. رفقا و دوستانش حسان رو رها نکردند، فوراً به دامنه کوه میاند و میپرسند ما بالک یا حسان، ای حسان در چه حالی؟ حسان میگه اسمتو ای یاران من ساکت بشید، والله انی لاسمع صوتا ینادینی من خلف الجبل. ای یاران من قسم به خدا که من فریادهای منادی جنت از پشت کوه رو میشنوم که مرا به سوی جنت الله فرا میخواند. از عرش صدای ربنا می آید، فریاد خوش خدا خدا می آید، فریاد که درهای بهشت باز کنید، مهمان خدا سوی خدا می آید. حسان یک جوانی بود عزیزان، کسی که اوج سعادت رو، اوج خوشبختی رو تو مخدرات میدید، اما به خوشبختی نرسید. به این نتیجه رسید که خوشبختی در مخدرات نیست، خوشبختی در شهوات نیست، خوشبختی در دین الله عز و جل هست و بس.